حالت بد سارا سرور دختر هنگامه بعد از جدا شدن از شوهرش. سارا سرور به چی دلیل از شوهرش جدا شده است؟ افشای حقایق و رازهای بزرگ زندگی سارا سرور دختر هنگامه در امریکا و خدافیزی وی برای همیشه از هنر موسیقی. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار هر یک از شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. سارا سرور دختر بانو هنگامه یکی از هنرمندان جوان و با استعداد کشور است که شهرت و محبوبیت بسزایی دارد. وی در سال 2018 با اشتراک مادرش در برنامه‌های مختلف موسیقی در افغانستان آهنگ سرود که به یکبارگی مورد حمایت گسترده افغان‌ها قرار گرفت. هرچند سارا سرور بزرگ شده کشور کانادا است ولی تسلط خوبی به زبان فارسی دری دارد. سارا سرور در سال 2019 با یک پسر ترک در کانادا نامزد شد. سارا محفل نامزدیش را خیلی بزرگ در کانادا جشن گرفت ولی تازه تصاویرش در صفحات مجازی درز کرده است که وی از نامزد ترکش جدا شده است و در حالت بدیسی در کانادا در شفاخانه بستری است و به همین دلیل سارا سرور مدت می شود کاملا از راه هنر موسیقی به دور است. ولی با آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای این بانو از بارگاه عزت الله یزال تمنا داریم و در انتظار نشر تازه ترین برنامه های هنری از این بانوی خوش صدای کشور خواهیم بود. سارا سرور قرار است با مادرش در کانادا زندگی کند. دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان سارا سرور به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال دنیا اینفو نشدید پس برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. این ویدیو را با دوستان و طرفداران سارا سرور به اشتراک بگذارید. تا درود دیگر تمام شما خوبان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.